رسوا شدن نغمه بعد از تلاوت قرآن عظیم پاک و شکایت خانواده‌اش از جمله شفیق مرید از نغمه. آیا با واقعیت نغمه برای همیشه از هنر موسیقی خداحافظی کرده است؟ نغمه در کجاست و مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. نغمه هنرمند خوش صدای افغان یکی از چهره‌های مشهور در هنر موسیقی افغانستان بوده است. نغمه شهرت و محبوبیت رسانه‌ای خاص خودش را از زمانی که فعالیت‌های هنری‌اش را آغاز کرد در میان مردم افغانستان کسب کرد. نغمه آهنگ‌های بیشماری تاکنون سروده است. وی تاکنون دوبار ازدواج کرده است. بگو مگوهای فراوانی است که گویا نغمه از همسر دومش هم جدا شده است، ولی جدیداً تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست شده است که وی قرآن عظیم پاک را تلاوت می کند و برای همیشه از هنر موسیقی خداحافظی کرده است. ولی حقیقت این ماجرا به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست، ولی یکی از دامادان نغمه آقای شفیق مرید که از جمله موفق‌ترین هنرمند افغانستان بوده است، انتقاد خود را در برابر این کار نغمه در صفحات مجازیش ابراز کرده است. نغمه مدت دیری می شود دیگر کار هنری برای دوستداران و طرفداران صدایش اجرا نکرده است. وی در کشور امریکا زندگی می کند و با همسر دومش رفت آمدهای بیشماری به کشور پاکستان و دبی داشته است. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این هنرمند از بارگاه ذات لایزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان تمنا دارم. تا درود دیگر، بدرود.